فقط تیرک افقی نکنو. سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز قراره چالش فوتبالی داشته باشیم. اونها چالش تیرک زنیه. ما سه تا تیرک داریم، تیرک افقی و عمودی. تیرک عمودی 5 امتیاز و تیرک افقی 10 امتیاز. برو بریم سراغ ویدیو. بریم. اول من شروع میکنم. خب بریم. یعنی چی میکنه؟ باز دور خیلی میکنه میزنه و نه چه امتیازی نگرفتیم. بازی کن راته ارفان فعلا نست باز کنه قهار بزنیم. چه میکنه؟ نه یکی پایین یکی بالا. بده من بزن. خب بعدی منم. بچه اگه صدا مشکل داره به بزرگی خودتون ببخشید. این واسه ضربه دوم میخوام زمینی ها رو بزنم. نه خیلی بد بود، خیلی بد. بریم امیرعلی چه میکنه؟ خب بریم سراغ تیرک افقی. میزنه نه. تیرک عمودی 5 امتیاز، تیرک افقی 10 امتیاز. چقدر دارم بد میزنم من. همه حدودا 7 ضربه داریم. ضربه چهارم یاده. چه میکنیم بازی کن؟ نه بردم. نه برگشتی شو. نه حساب نیست. ببینیم چه میکنه. بچه باله 5 امتیاز بگیره این بازی کن. چقدر زیبا. برم بزن نه 5 امتیاز نمیرفته این بازی کن. دست نبره. چه میکنی؟ الان 5 تا زدی من 4 تا. نمیتونی. نه زدی. ضربه 5 امیرعلی میزنه و نه. هنوز 5 امتیاز عقبه. خب بریم ارفان چه میکنه؟ میری برای تیرک افقی. نه میزنی که افقی 10 امتیاز بالا. خب عمودی 5 امتیاز. من 5 امتیاز جلو هم. ای خدایا. برو توپو بیار. خب ضربه 7 میتونم. بچه ها اگر چالش فوتبالی میخوای حتما لایک کنید و توی کامنت برای ما بنویسید. سخته. خب اگه من نزنم تو بردی. چه میکنه؟ نمیتونی. باشه. اوه چی گفتی؟ اشکال نداره. بچه ها امیرعلی ها من عمدن زدم بیرون که ناراحت نشه. خب الان چون 5 باید امتیاز رو میگی ها. برند میشه. میخواستم عمودی رو بزنم که صافکاری لازم. خب بریم سراغ تیرک افقی. نکنو. خواهد برنده این بازی امیرعلی شد. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید و توی کامنت ها واسه ما بنویسید که اگه دوست دارید از اینجور ویدیوهای فوتبالی واسهتون حتما بذارید.